سلام، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم از چنل 2CB برنامه شمع. امیدوارم که کلی لذت ببرید، کلی حال کنید. اولش توضیح بدم، یه توضیح کوچیک بدم راجع به برنامه‌مون. برنامه اسم شمع. یک شرکت کننده خانم داریم، 4 تا آقا. هر کسی به طور 5 دقیقه تایمی وارد میشه. خانم شمع رو روشن میکنه و 5 دقیقه‌اش که تموم میشه، بین 3 تا 5 دقیقه اجازه داره که شمع رو خاموش کنه. اگه از تایپ شخصیتی یا هر چیزیش خوشش نیاد اجازه داره که شمع رو خاموش کنه تا پایان که خاموش میشه. و حالا میریم سراغ پایان بندی و جمع بندی که آخر با هم صحبت میکنیم و حالا فعلا هستیم ما هم. میخوام آشنایی با خانم شرکت کننده امروز، سمیرا خانم. و سلام. خوبین شما؟ خوش اومدین. مرسی، متشکرم که منو دعوت کردید. سوال داریم بپرسیم؟ به اولش یه معرفی، یه بیو کلی از خودت بده، هر چی که نگفتی من ازت میپرسم. من سمیرا هستم، متولد 77، تهران زندگی میکنم. توی کار آژانس هواپیمایی هستم، کار ویزا، ولی کار مدلینگ و بلاگری هم انجام میدم. حالا اگه سوال دیگه داری ازم بپرسید. نه سوالی نه، ولی نگفته بودی یا آژانس هواپیمایی و بلیط بگیریم ازت؟ نه، کار ویزا انجام میدم. ویزا. یه چند تا سوال ازت بپرسم، یه خوردن باید آشناشن اونایی که دارن ما رو ببینن. تایپ شخصیتی چیه؟ تایپی که دوست داری؟ تایپم یه پسر خودساخته است، کسی که عجیبه باباش پول نگیره. الان همه خودساختن میگه میرن دخترها اونجوریه، ولی کسی که خودش کار کنه، خودش تونسته باشه خودشو بیاره بالا، حالا هرچی یا کم یا زیاد، ولی خودش اینجوری باشه. بعد از نظر ظاهری بخوام بگم، کسی که از خودم قدش بلندتر باشه. پسرای اسکین دوست دارم، خیلی توپال دوست ندارم. بعد پسرای مشکی بیشتر میپسندم تا گور. همین فعلا. سمیرا، اونجوری که میدونی اسم چنل ما تاکسیکه. تاکسیک یعنی چی؟ آدمای سمی. آره، ولی سمیه اونجوری نه که مثلا خیلی، چون هممون یه درجه‌ای از تاکسیک داریم. یکی 1%، یکی تا 99% داریم که کل وجودشو گرفته داره. هر کی میگم 1% داره. فکر میکنی تو تاکسیکی از 1 تا؟ قطعا هستن. 100% هستن، ولی نشون نمیده. تو بعضی از رفتارا یکیشو دوستم مثال بزن. مثلا این تو این چند روز چه حرکتی کردی که خودت به خود گفتی؟ خیلی مودیم، زود مودم عوض میشه، خیلی زود قهر میکنم. شاید میگن رفتار تاسکیک. اگه با یه پسر مجبور باشی 1 ماه به طور اجباری توی جزیره زندگی کنی، ترجیح میدی که اون پسر چجوری باشه؟ یعنی الان گفتی که تایپ چیه دیگه، اونجا مهمه برات که پسر خود ساخته باشه، چون اونجا که دیگه پول و اینا ارزشمند نیست. اونجا از نظر این که خب باید 1 ماه مراقبت کنن، تو ممکن هر اونو بگو که دوست داری چجوری باشه. غذا درست کنه. یه سوال بپرسم دیگه بریم سراغ شرکت کننده اولمون. BMW باباش یا صبح تا شب باش؟ صبح تا شب باش. خب بریم سراغ شرکت کننده اولمون. خب سمیرا، آماده ای؟ بریم سراغ متین، پسر ورزشکار، خوشتیپ، حرفه‌ای. متین جان بیا تو. سلام مجده. سلام. کارم کار نمیکنه، صندلی بکشم. مشخص. سلام، حال شما خوبه؟ سلام. میشه چیزی که گذاشتین رو در بیارین؟ سلام که نباید شخصیتمو رو کنم. جدی؟ بله. کلا نمیخوای من ببینمتون؟ نه بخوام. خوبه. آفرین. نمیخواستم شخصیتمو هر کسی ببینم، ولی خب دیگه. کلا هم مدلی؟ کلا که بعضی وقتا. بعضی وقتا. یعنی هم میبیننتون بس؟ نه همه نمیبینم. یعنی با یه دختر بخواین دیت برید اینو میذارین؟ نه همیشه اینو نمیذارم که. خب چرا نمیذارین؟ الان دیگه باید رو میکردم. نمیخواستم رو کنم حقیقتش. شما خوبی؟
سمیر انقدر محو شدی شمع رو یادت رفت روشن کنی و شمع رو روشن کنی. منم یادم رفت. کار کرد. من با این الان بزن بریم. میخوای این شمع رو بهتون بدم؟ باید فهمدک بکنم 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله درست. خب راجع به خودتون یکم صحبت بکنید. چه پارتنری مثلا مد نظرتون؟ شما چند سالتونه؟ من 21. من کوچیک‌ترم. بله درست. اصلا مهم سن نیست. یعنی شما اوکی با کسی که خودتون کوچیک‌تر؟ اصلا مشکلی ندارم نه. چرا؟ مهم اخلاقه. اخلاق چه اخلاقی دوست داری؟ مهم اخلاقه، مهم اینه که با هم همفاز بشیم. چرا مرد عنکبوتی؟ من بتمن دوست دارم. همه آرزوشونه بچگی با مرد عنکبوتی عکس بگیرن. بچه‌ها دوست دارن. بچه‌ها بزرگ میشن. کی گفته؟ من دیگه. حالا بگذاریم مهم نیست اینا. چرا؟ الان شما چند سالتونه؟ من 77 ام. تو چندی؟ من 81. یعنی من کوچیک‌تری؟ آره مشکلی نداره که. مهم اخلاقه، مهم طرز فکره. درسته؟ درسته. چه ماهی هستی؟ من بهمنم. 16 بهمن. 16 بهمن. شما چی؟ به من چه ماهی میخورم؟ آذر. چرا آذر؟ چرا الکی میگی؟ همینجوری گفتم حد زدم دیگه. نه اشتباه حد زدی. خب چی بودی؟ نمیگم بهت. چرا؟ به حد زدی. دوست ندارم. میخوام ببینم بعد اینکه منو بشناسی شاید بتونی مثلا یعنی میذاری بعدا حدس بزنم؟ شغلتو میگی؟ من شغلم تعمیرات موبایل. تعمیرات موبایل مربیگری هم میکنم. مربیگری چیه؟ پارکو چیه؟ پارکو همون ژیمناستیک میدونی چیه؟ نمیدونی ژیمناستیک بچه‌ها میرن؟ بچه‌ها نمیرن که فقط بزرگا میرن. پارکو رو بزرگا میرن. رو بچه‌ها تمرین میکنن. اول میری ژیمناستیک تمرین میکنی بعد میری پارکور. حرفه‌ای‌تره دیگه. پارکور حرفه‌ای‌تره. اصلا ندیدی ویدیو کلیپاشو حتی؟ شغل شما چی بود؟ من تو آژانس هواپیمایی کار میکنم ولی مدل بلاگرام هستم. من خودم بلاگری میکنم. چی؟ من خودم ویدیو هم پارکور ورزشی و کلیپای این چیزا. خودت چه ورزشی علاقه داری؟ من بدنسازی انجام میدم. فقط علاقه به هیچ دیگه نداری انجام بدی؟ هنوزم میری؟ کاراته هم دوست دارم. نه دوست دارم نه فقط اینکه الان میری یا نه؟ نه نمیرم ولی دوست دارم همه رو بزنم. جنگی اخلاق بس جنگی بس تو ماه یعنی تو سال خروس هم به دنیا اومدم. خروس جنگی هم. من یادم رفته تو چه سالی به دنیا اومدم. فکر کنم بوز بود یا گوسفند نمیدونم. حقیقتش هم اینجوری بود. خب بعد دیگه خب خودتون مد نظرتون چیه؟ پارتنر باشه، رفیق باشه، دوست کی باشه، چجوری باشه؟ دوست معمولی منظورت؟ دوست معمولی، رفیق. دوست معمولی که من کلا اصلا نیستم. خیلی هم خوب. ولی پارتنرم باید جوری باشه که خیلی بهم توجه کنه، بهم علاقه داشته باشه، وقتشو کلا برای من بذاره. کسی که کلا چرا ولی کلا وقت بیشتر وقتش آره بیشتر وقتش واسه من باشه. بعد پایه خودت ورزشنا هستی؟ آره هستم. من چند تا ماهی آزادی شما؟ بعد کارم کلا آزادم. ساعت چند تا چنده؟ چرا بس ساعت بگم؟ دیگه ساعت شما بدونیم دیگه حالا شاید با هم رفتیم شاید تایمم مشخص نیست ولی خب آخر هفته چی؟ کلا آزادم. بعد پایه هستی مثلا ما هم بریم ورزشی میکنیم؟ آره من کلا آدم پایه‌ایم. خیلی هم عالی. احساس میکنم که به هم میخوریم. چرا همچین فکر میکنیم؟ بخاطر اینکه شما پایه ورزش کنید. چه ربطی داره؟ خب شاید ورزش کنم ولی شاید توی اخلاقی دیگه پایه نباشه. اخلاقی دیگه تا مثلا چجوریه خودت فکر میکنی؟ اخلاقش چجوریه؟ خندم میاره برم باش پنجره بس حالا متین میتونه برات یه حرکتی بزنه جلب توجه میکنه برات یا نه؟ الان چند دقیقه شد؟ بابا بذار بریم چرا؟ خب مونده هنوز. من تایمو بهتون میگم. بیشتر داریم دعوا میخوای باشم یه حرکت اینجا برات بزنمش کنی؟ چه حرکتی؟ ژیمناستیکی؟ آره نه پارکور. فضا نداری متین ولی انقدر حرفه‌ای فکر کنم میتونی یه حرکتی برامون بزنی که هم ما حال کنیم هم سمیرا. آره خیلی دوست دارم ببینم چیکار می‌کنی. باشه. امیدوارم دیگه اینجا داستان نشه.
داستان چی؟ مرسی. خواهش یه سوال از اینا هستی که مثلا میرن تو ارتفاع بعد آره 100% اصلا این کارا اصلا نمیترسی؟ نه من اصلا نمیترسم. اصلا کل زندگیم این کار اینجوریه. میرم تو ارتفاع. کلا وقتی حال بدی میگیرم میرم تو ارتفاع. پس آدم نترسی هستی. دقیقاً. خیلی خوبه. آره. بعد بیشتر ارتفاعی که رفتی مثلا کجا؟ جرثقیل. چقدر بوده؟ 25 تومن. حالا بعدا اگه خواستی ویدیوهاش هم آخر کار نشون میدم. باحال. بچه اگه تمومه که 3 ثانیه مونده یه جمع‌بندی کنی. ولی من به نظرم من این کاری که داری میکنی با جونت داری بازی میکنی. چه کاری هست؟ علاقمه دیگه. علاقت باشه. یه موقع امکان داره از خدای نکرده یه جایی بیفتی پایین. چند سال کار کردم. بعد کلا چیزی که علاقه داشته باشی اصلا میری سمتش. نه بازم نمیشه. به نظر من که اصلا کار خیلی خطرناکه. من اصلا قبول ندارم. پارکور باشگاه چی فقط؟ باشگاه اصلا چیزی نیست ولی این کار خیلی اصلا خطرناکه. من اصلا اوکی نیستم. چرا؟ لطفاً برید. بابا یزید این چه کاری بود پسر مردم؟ من خودم فوبیای ارتفاع دارم. بعد دوست ندارم پارتنرم از 25 طبقه خودشو بندازه پایین بعد چیش نشه. کلا میترسم. مثلا به نظر من با جون. ولی خداییش قبول داره حرکتش خفن بود. حرکتش خفن بود ولی من میترسم با کسی باشم که استرس داشته باشم. به خاطر سنش یعنی باهاش حال نکردی یا سنش هم شه ولی بیشتر من جونشو دوست ندارم جونش تو خطر. یعنی نگرانش هم هستی؟ آره نگرانش شدم. خب سمیرا آماده ای که نفر بعدی بیاد؟ نفر بعدیمون فرهاد، خیلی پسر خوشتیپ و خوشگلیه. فرهاد جان بیا داخل. به به. سلام. 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 واسه شما بفرمایید. سلامت باشی. خوبی؟ مرسی ممنون. خیلی خوشبختم. منم بفرمایید. سمیرا شمع رو روشن کن. خود شدی؟ نه. نمیتونم روشنش کنم. میتونی روشن کنم اگه اجازه هست؟ بده به فرهاد. به به. مرسی میخواستم ازت سوال بپرسم. شما چند سالتونه؟ من 28 سالم. متولد چند میشی؟ میشم 75 76. چه ماهی؟ تیر. بله. شغلتون هم شده؟ من معمارم. میسازم خوبم این کار. زیاد انجام میدی؟ ساخته ساخته. بله بله. خوبه. شما چی؟ شما چند سالتونه؟ من 77. چقدر عالی. مرسی. شما کاری انجام نمیدین کلا؟ چرا من تو آژانس هواپیمایی کار میکنم. بله. کار مدرنینگ و بلاگری هم انجام میدم. بله. چقدر خدا رو شکر. خب در خدمتم باشم. سوال دیگه ندارید از من؟ میخواستم بپرسم که چه تایپ دختری رو بیشتر میپسندید؟ فکر کنم مثل خودتون. مثل خودتون. دقیقاً. چرا این بودم؟ نه خب یه سم اومدم توی یه جوری شدم. چه جوری شدی دقیقاً؟ اذیت شدم. یعنی آدم کسی که دفعه نه اوکیه هیچی اون طوری که شما اون اذیت شدی برای دکتر؟ نه دیگه به دکتر نمیرسه. چرا؟ حلش میکنیم با خب نه مثلا حالا من نه حالا مثلا کلا چه مدل تایپ دختری رو دوست داری؟ ظاهری مثلا حالا اخلاقی دوست دارم بیشتر بگیم. دیگه زیبا باشه، نقلی باشه. نقلی باشه. بله. شما قدتون چقدر؟ من 1.98. بله. قد بلند دوست داریم؟ ترجیح میدم من خودم قد بلندتر باشم. خیلی هم عالی. خوب. میشه یه چیزی ازتون بپرسم؟ یه رابطه ای که حالا مثلا قبلا هرچی مثلا دیتی چیزی رفتین که بد بوده مثلا چه خاطره تلخی دارید که مثلا بعدش پشیمون شدین برین؟
حقیقتا بهش نرسیدم، میدونی از دور نما کردم دیگه نرفتم، اون شد دیگه دیگه تلخ. چرا چی شدم؟ هیچی دیگه، از دور نما کردم نپسندیدم، همونو برگشتم. خب چه جوری بود؟ نپسندیدم. جذابم نمیشه که آدم نباید اینقدر ظاهری فکر کنه، این اصلا نه ظاهری شاید نبوده. شما یه اخلاقی کجا فهمیدی ظاهری بوده؟ اصلا ظاهری نبوده. چه رفتی داره؟ خب دیدین نرفتین دیگه، خب نرفتین باید صحبت کنید، این رفتارتون خیلی بده. واقعا کار زشتی. خیلی کار بدی کردی. واقعا به این رفتارم فکر میکنم. به من چه؟ داری سوال کنم این رفتارم فکر میکنم درستش کنم. یعنی دقیقاً 2 تا تاکسیک خوردید به هم ها. نمیتونم تاکسیک بگم، نمیچرخه. نه ولی به نظر من شما دارید دروغ میگید. کجا فهمیدیم؟ به خاطر اینکه خوشم نهیم کار زشت بود. چرا؟ عیدت مبارک. خیلی شما خیلی خوب میگندی ها. ایول خوش آمد. آفرین. باریکلا. چرا خوشت نیامد؟ نه چون گفتی عیدت مبارک اصلا یه جوری شده میدونی؟ ولی اینطوری میکنی جذاب‌تر میشه. اصلا خوشم نیامد. چرا؟ دیگه وقتی که خوشم نیامدش دیگه نباید ادامه بدی به نظر من. شوخی کردم. خواستم ببینم چطوری میشه، داستانش میشه. میگم ناز کشیدم بلدم ولی خب کم. بعد بیشتر یاد بگیر. حتما. میکنم. حتما. بعد ولی یاد بگیرم فکر کنم میدونی؟ دیگه باید شما برید. کجا بریم؟ تازه اومدیم؟ من دوست دارم برم؟ فکر کنم 5 دقیقه شد. تو داشت کنی؟ آقا نمیشه من یه دقیقه زمان بگیرم؟ یه دقیقه اگه بخواد سمیرا میتونه به زمان بده ولی 40 ثانیه مونده. نه ناراحت که من نشدم. به ظاهر یکم شما شغلتون چی بود؟ یادم ما میکوبیم میساد. چه نمیدونم. شما تو این کار نیستین نه؟ چرا؟ شما میکوبیم میسازی؟ ایول خیلی هم عالی. ولی نمیسازم میگه فقط خراب میکنن همه چی. ولی خب از ظاهر میتونم ببینم. نه اصلا من کار نکردم. چرا؟ دست نشده. پس شما دنبال دختر پلنگی که داری اینجوری سوال میکنم. نه اصلا شما کسایی میکوبن میسازن که پلنگن. من شما پلنگی؟ نه شما گفتی کوبیدی ساختی. من شما سوال کردم. بچه تایمتون تموم شد. بله بود شد. دیدی؟ فراد جان یعنی یه چورایی نداره من ناز شما رو بخرم؟ دیگه شما همه چی رو خراب کردی؟ دیگه همه چی رو خراب کردی. گفتی کوبیدی ساختی. من کجا کوبیدم ساختم؟ گفتم اصلا اینطوری می‌کنی که جذاب‌تر میشی. لعنتی نکن اینطوری بکن. بچه اینجوری پیش بریم دعوا میشه. بذاریم واسه آخرش. راست. یه دقیقه دیگه روشن کنم؟ نه دیگه بریم. تمومه بریم؟ کجا بریم؟ بفرمایید. دیگه بریم خب میگم کجا بریم؟ خب دیت دوم کجا بریم؟ دیت دوم؟ بله. میخوایی روشن کنم؟ بذار بس من روشن کنم. شما اذیت میشید. اندکی. یه دقیقه دیگه تمدید کردی؟ بریم. ببخشید. خب. تو این یه دقیقه فراد کارو جمع کن. جمعه. خیلی کی گفته؟ باشه بدش کن. ناراحتی. دیت دوم کجا بریم؟ ببین من ترجیح میدم دیت دوم طبیعت و اینجور جاها برم. چقدرم عالی. سمیرا جان اگه میشه یه ذره شاده. چقدرم عالی. شما چی؟ بیشتر طبیعت دوست دارم. چه جاهایی دوست داری؟ طبیعت دوست دارم. طبیعت دوست داری. شما کبیر که؟ نه. خدایش. حتی با خانواده؟ شما کبیر خیلی دوست داری؟ نه. کسی که تجربه کبیر دوست داری؟ ندارم. مثلا با خودت رفتی؟ من نه، من خودم جرئت نمی‌کنم. چرا؟ مگه چی داره؟ عنکبوت میشه میزنی؟ حالا بعدا بهشون میگم. چی؟ نه سوسک داره. چیزا داره. میشه چیزایی رو مار داره. یکم اذیت میشه. به قیافت میخوره که پسر نترسی باشی. بچه من میترسی که کبیر نرفتی. آره واقعا میترسم. بچه ها تایمتون تموم شد. شما
فکر کنم 4-5 ساعت نیاز به حرف زدن دارید. اگه بعد اوکی بودید برید کافه های اطراف بشین صحبت کنید. تمام. نظرت چیه؟ چرا اینجا همه این شکلیه؟ چه شکلیه؟ اولیه که حالت ورزشکار و اسپایدرمن و بتمن اومد جلو. دومی هم که یه دونه پسر با شخصیت بود. آدم اصلا گیج میشه. خب گفتم اولش معرفی گفتم که چنل اسمش تاکسیکه. اینجا همه عجیبن. تو هم خودت دست کمی نداری این تاکسیکا. اولش گفتی کم تاکسیکم، ولی الان که داره میره جلو من میفهمم که تو بیشتر از همه تاکسیک. به نظرم داره ترسناک میشه. حالا قشنگتر هم قراره بشه. آماده ای؟ بریم برای نفر بعدی؟ بریم ببینیم چی میشه. این همه بیمیل که نه. اگه اوکی بریم. اگه اوکی نیستی دوربینا رو قطع کنیم بریم خونه. خب بریم. خب بریم سراغ نفر بعدیمون. سمیر آماده ای؟ بله بریم. نفر سوم پسر گنگمون علیرضا. علیرضا جان بفرما. به به نگاه استیل گنگو. سلام خوبی؟ مرسی. شما کلا استایلتون یه جور خاصیه. دستکشا رو چطور می‌کنید؟ اینا دستکشای چی توز موتوریه. من موتور دارم. با چطور موتوری هستی داری؟ دوست دارتونه؟ نه ازدواج کنم می‌کردم. یعنی چی؟ بچه داری؟ نه ولی یه سر دوریز داشتم. دوریز؟ یعنی چی؟ آها این چیپس هایی چیپس نه پاپیلا اوفیله. خب شما شغلتون چیه؟ چه اینجوری نگاه میکنی؟ شما به عشق در این نگاه اول اعتقاد داری؟ نه من ندارم ولی الان اعتقاد دارم. میشه بگی شغلتون رو یه بار دیگه؟ من هم تو کار املاکم، همین که تو کار تو کار املاکیم. خب یه سوال قرار اول حتما من میخوام برم خونه هایی که املاکتون رو من نشون. نه حالا قرار دوم سوم. چه دروغ؟ اول خب خوبه که اینقدر راستگویی. خب مشخص شد. صداقت جزء خوشم نمیاد مثلا. چرا برای یه دختر تو قرار دوم سوم ببری همچین جایی؟ شاید بخواد خونه اجاره کنه. شاید نخواد اجاره کنه. خب ما بهش اجاره میدیم، حالا میبریم شاید خوشش اومد. ریو اولی کدوم منطقه؟ هر منطقه‌ای که شما برید ما اجاره میدیم. خوبه. خب چند سالته؟ چند ساله؟ خیلی جوجه ای. جوجه چون تو کار چیزاست. جوجه خوب بزرگ میشه. فکر میکنم متولد 75 باشی. خیلی درست داری تو هدف این کاره. جدی؟ شغل چیه؟ ثبت اول کار میکنی؟ نه شناسنامه رو مهر میزنی؟ فکر کنم سن تو رو 10 سال کوچیک کرده ثبت اول. من یه ذره دیر به دنیا آمدم، بعد زود زندگی کردم عجله‌ای خوب موندم. خوبه. خب میشه بگی تایپ چه مدل دختراییه؟ تایپ سی. تایپم اول اینکه دختر باشه. میگه قراره پسر باشه؟ نه فقط دختر. برای اینکه دخترونه باشه دیگه کلا. دختره که مشتیان و حاجی لفظای حاجی استفاده میکنن. احساس میکنم تو کار مثلا آهنگای رپ و اینا هم خیلی علاقه داری. مثلا به استایلت میخوره که مثلا رپ و آهنگای راک جاک آره مثلا اون مدلی که میزنن یه دفعه همه چی خراب میکنن، چیزای تاریک و اینجور. نه رپرها رو دوست دارم ولی رپر نیست. خب پس چرا همچین استایلی داری؟ خب و یه علاقه داشته باشی دیگه بری سمت این چیزا. علاقه دارم ولی به رپ کردن علاقه ندارم.
استندآپ کمدی می‌کنی شما؟ نه شما نمی‌کنی شغل چیه؟ من شغلم یه آژانس هواپیمایی کار میکنم، بعد کار مدرنی با بلیدری هم بچه 30 ثانیه مونده جمع‌بندی. بعد اسمتون نمی‌خوایم من بگیم؟ شما نمیدونستی اسم منو؟ الان دوباره از زبان خودتون بشیم. اسم من سمیرا. و چند سالتونه؟ چه ماهی؟ میتونی حدس بزنی؟ از خورداد؟ نه مرداد. چرا همچین فکر کرد من خورداد ماهیه؟ چون حس می‌کنم یه ذره تاکسیک میشه. بفرمایید بیرون. من با خوردادی لج دارم. من عاشقت شدم به من از دست میدی. نمیخوام چون گفتی خوردادی هم. درست گفتم؟ نه اشتباه گفتم. خب حالا دوباره تو بپرس من دوباره حدس میزنم. دیگه وقتم اگه خاموش کرده و تایمی نمیده تایمت تموم شده. بابا چیه اینا همشون تاکسیکن؟ تاکسیک. آره همشون یه جوری هن. این آخریه که با چیتوز موتوری رابطه داره. آخه تو هم تو مخی خداییش. نه کجا تو مخم؟ آخه همه رو فوت میکنی با هیچ کی نه حرف میزنی نه صحبت میکنی. به نظر من که اشتباه میکنی. خب چرا این کارو میکنی؟ خب دوستشون نداشتم. خب نفر من آخره. خیلی سخت پسندم. ببینیم نفر آخر چجوریه. خب بریم. خب بریم سراغ نفر آخرمون. آرمزد گنگ و خفن. آرمزد داداش بیا تو. سلام. 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 داده کدوم محلی؟ کوچه شما. کوچه ای ما اصلا کوچه نداریم. اشتباه رفتی را. روشنش کن. بذارش روشنش کن. نه روشن کن. آبی دوست دارم. قول نکن. خیلی کار زشت بود. معلومه از الان لاتی. وقتی من بهت میگم با این روشن کن یعنی با این روشن کن. ازت بدم از آبی هم بدم. دیگه معلوم شد مرد نیستیش. من فندک روشن کردم برات نیستم. فقط زایی نشد. سیبیلات چنگیزیه؟ اسمش نذاشتم. ولی یه دونه بخوای بهت میدم آتیش بزنه هر جا جنگی میام. آب بخور. سیبیلام آبکی میشه. مثلا همین آب بخور. خیس میشه. ایبی ندارم میخوام ببینم چجوری میشه. چیزی ریختی تو آب؟ نه اصرار داری؟ حس میکنم چیزی ریخته. اینجوری گولم نمیتونی بزنی. چرا؟ آرمزد داشت نی بیارم برات؟ واسه آب خوردن؟ آره دی بس برای چی؟ آها. جلو تصویری ما. آره چه آب نمیخوری؟ چه دلیلی داره؟ آخه دوغ خوردن جذاب‌تره. خب براش تو میشه دوغ بیاریم؟ واسه دوغ میبره. میبره. شفافش بگیر. مرسی شما. میدونستی من آرش کردم؟ مشخص. از کجا؟ نوشته آرش کردم؟ اگه مشبه آرش کرده یه آپشن داری دیگه هر میخواستی میتونی با تو کوتاه کنی. من کلا جمعیت از این کردم حسابت. یعنی چی این حرفه؟ من خودم آرش کردم آقای آقاه. بله من کلا کار آقایون رو قبول دارم تا خانوما تو کار کوتاهی ما. چی؟ اتفاقا هر کی ازم میپرسه میگه ما تو کجا کوتاه کردی؟ مسخرت میکنی نره فکر کنم. این چی؟ میپرسه که نره کجاست من نرم. نه میگه کجا برم. شما هم یه سر به آرشگر من بزنی بعد یه دوره ای چیزی ببینی. حس میکنم آرشگر بعد میاد اینجا. کجا؟ اینجا چرا؟ اینجا که یه جای دیگه است. کدوم سمت بس آرشگر؟ نه اینا نمیخوام بپرسم. چی گفتی؟ نه بایست. شما فقط شغلتون آرایشگریه یا کار دیگه هم میکنید؟ دزدم هست. این زنجیره هم داری اینجا میچرخونه؟ دزدم هست.
دوزی چی؟ تو چشات ترسیدم. قشنگ میخوای بذارم توی جعبه ببری با خودت؟ چشا خودته؟ آله؟ لبونه پن اومد کلا من ره ها رو نمیتونم قشنگ وقتی مثلا جذاب میبینی لات میبینم میترسم. لات چه آب نخوردیم؟ سیبیل هم وکی میشه خیست میشه کلا سیبیل دوست داری؟ کلا سیبیل دوست نداری؟ نه چرا؟ خیلی سن آدم میاره بالا، آدم ها از اون چیزی که هست بزرگتر نشون میده. میتونی حد به چند سال هم؟ فکر میکنم 30 سالت باشه. 21. خب دیگه سیبیل داری؟ 30 سال. اگه سیبیلاتو زده بودی 100% خیلی کوچیک‌تر بودی. همون شد؟ موهای خودت فره؟ پیتزا بخوریم توش. یه فاخرترین چیزی که میگن تا موقعی که موهات فره آره پیتزا بخوریم توش. نشنیده بودم، خیلی بی‌مزه بود. چون بی‌مزه بود نمیگن دیگه. چون میگن فاخر، طنز فاخر ضعیف. خود میکاپ کردی؟ چون آرایشگری مثلا می‌خوای رو ایگو ایراد بذاری؟ چی؟ خب تو که تو کار کوتاهی مو اینجور چیزایی نظر میدم. رو کار آرایش میکاپی نیستی که؟ اصلا بخوای برای تو. خیلی هم میکاپ همو دوست دارم. میگفتم قشنگ نیست. نظر توه، نظر خودم بیشتر مهمه تا نظر دیگران. دارم تعریف میکنم. من که تعریف نشیدم. گفتم سایه قشنگه. سایه نیست، گریمه. بچه شما واقعا تاکسیکین شما دوتا. آخه میدونی اسمش سمیرا بود درسته؟ بله. اصلا سمه، سم میرا. خودت سمی. اسم تو چی بود؟ مهدی. مهدی نه مهدی. ملقب آرامزه. داش مهدی. خب من یه آدم سمی هستم که داره بهش صحبت میکنیم دیگه. برای چیه خاموش روشن میکنی؟ وقتی من خاموش کردم دیگه وقت تموم شده. من روشنش میکنم. وقت تموم شده. من دوست دارم که روشن نگهش دارم. چه دلیلی داره روشن نگه داری؟ دلیلی نداره. وقتی من وقت تموم شده و بری، من باید نظری ندارم. خب وقت مهدی الان تموم شد اینجا. درسته. نمیخوای بهش یه دقیقه تایم اضافی چیزی بدی؟ نه. من حس میکنم یه دلش انگار آره نیازه چون اصلا چیزای شخصی شما چرا از هم نمیشه کلا رگباری انداختین گوشه این همدیگه رو بزن اون بزن همون. اگه میخوای مهدی بره یه بار دیگه خاموش کن و مهدی جان لطفاً روشن نکن دیگه. بره. میخواد تو رو با خودش ببره مهدی، فکر کنم اینجوری نمیره. خب من یه چند تا سوال ازش میپرسم بعد میتونه بره. بله. بپرس. اوکی. این تتوهاتو میشه توضیح بدی؟ چون که میکاپ آرتیست که نه، چون آرایشگری مثلا خودت تتو زدی یه کسی برات زده؟ معلومه که نه یکی زده. یه تتو کار خانم خیلی خوبه. اوه با خانوما هم پس کار میکنی؟ همونجوری که مشتری خانوم زیاد دارم. درسته. خوشم نمیاد. من کلا دوست دارم با پسری باشم من خودم خاموشش کردم. بفرمایید. جدو طرف فلان پولا رو میاد. بفرمایید. خودت خاموش کردی، من با خاموش میکردم. کارت خیلی زشت بود. دوست داشتم من خاموش کنم. دوست داشتی به چی دیگه؟ میتونی به سیبیلات یه ذره با قیچی کوتاه کنی. میتونی تلاش کنیم؟ نه. از دست دادی. خب آرامزه جان وقت شما تموم شد. مرسی. خب سمیرا دیدی یکی هم پیدا میشه که تو رو بخواد انتخاب نکنه فوت کنه بره، خوبه؟ لات باشه؟ حالا لات که بنده خدا گنگ. وای بازم نه. من غمو تو چشات دیدم. داداش کجا؟
آرمزد جان داداش روشن میکنم حتما قسمت همن دیگه، من چی بگم؟ روشن میکنم چون قهرمو دیدم داشتم میرفتم دست از طول دیدم شکستی، روشن میکنم و چون کارت دارم. چی کار داری؟ من بهت نمیگم. چه ربطی داره؟ بعد به این کارت چیه؟ اصلا برای چی اومدی؟ چون دیدم ناراحت شد. من کجا ناراحت شدم؟ چه ربطی داره؟ چشات خوندم ناراحت شد. نه خیرم بهت نمیگم سن برو سیبیلو سیبیلو خوشت اومد؟ نه آره مشخصه. نه نه من خوشم میاد. چیشی برو بیرون. چیشی آمریکایی ها. میخوام شمعو خاموش کنم دیگه، شمعو روشن کرد بعد من خاموش کنم. دلت میاد؟ خدافظ. خدافظ. جمله پایانی تو آرمزه جمله پایانی تو بهش بگو شمعو خاموش کنه لطفاً بیرون باش که برای مرحله نهایی. جمله پایانی آره یه جمله میتونی بهش بگی. من میتونم یه چیزی بگم سیبیلاشو بعد بزنم. میزنی تو سیبیلاتو؟ معلومه نمیتونم راه برم میافتم. خب من فهمیدم تا تهش رفتم. منو باید بالا چون کارت دارم. بفهمید تمام. خب چرا نمیری؟ تموم شد. این دیگه واقعا تاکسیک بود. دقیقا مثل خودت که هم بودین. این آتیشه بخوره به سیبیلاش آتیشش بزنه. نه تو نگران اون نباش، از پس خودش برمی اومد. یه نظر کلی سمیرا راجع به 4 نفر بده بدون اسم. بگو که با کدوم اوکی بودی با کدوم اوکی نبودی، مثلا عدد بگو با 2 تاشون اوکی بودم با 2 تاشون اوکی نبودم، بریم سراغ مرحله نهایی. با 2 تاشون اوکی بودم. با 2 تاشون اوکی بودی؟ آماده ای بریم؟ آره بریم. خب امیدوارم تا اینجای برنامه کلی حال کرده باشین، لذت برده باشین. ما که خیلی حال کردیم، بچه‌ها واقعا همه تاکسیکن. سمیرا هم اینجا نشسته. میخوایم بریم جمع‌بندی آخر رو کنیم ببینیم چی جوریه، بریم سراغ مرحله آخر که دیگه باید 1 نفر رو سمیرا انتخاب کنی. حالا کلا یه نظر کلی راجع به 4 تا بچه‌ها بگو. قبلش من اینو بگم که واقعا هر 4 تاشون جذاب و باحال بودن. نظر من هر کدوم توی سبک خاصی باحال بودن. قبول داری؟ از نظر شما حالا. از نظر تو چی؟ خب تو بگو. به نظر من 2 نفرشون رو میتونم انتخاب کنم که حالا باز باشون صحبت کنم به نتیجه قطعی برسم. اسمشون رو بگم اینکه بزنیم. نه من یه روال برنامه توضیح بدم. روال برنامه ما اینه که قسمت پایانی تو میتونی 2 نفر رو انتخاب کنی از بین 4 نفر، با اون 2 تا بری تو چالش، مگه اینکه روی یکی 100 باشی که دیگه انتخاب نکنی بگی 100% مثلا فلانی. ولی اگه بین 2 نفر شک داری، الان که میریم تو صحنه بعدی 4 نفر که میان، 2 نفرشون رو ابتدا انتخاب میکنی، به هر کدوم از اون 2 نفر یه شم میدی. 2 تا شم داری تو، به هر کدوم از اون 2 نفر یه شم میدی، اونا میان جلو، 2 نفر دیگه حذف میشن، با اونا میری تو چالش. 3 تایی میری تو چالش، هم اونا با هم میرن تو کرکر، خیلی جذاب میشه، هم تو با اونا میری تو کرکر. میریم واسه آخرش که انتخاب کنیم. خوبه، میخوام برم تو کلکل. میخوای بری تو کلکل؟ تو اصلا از اول به نظر اومده بودی بری تو کلکل امروز. من آدم جنگی. ایوه خوب جای اومدی. اینجا هم تاکسی که هممون یکیم. خب بریم فعلا تا مرحله بعدی. بریم. خب اومدیم با قسمت پایانی، هیجان انگیز به نظرم. ببینیم آخر این سمیرای تاکسیک کدوم یکی از پسرای تاکسیک ما رو قبول میکنه و چی جوری میشه دیگه. بعد حالا طبق قراری که گذاشتیم قرار شده که 2 نفر رو انتخاب کنه، از اون 2 نفر باز ببره تو چالش و داستان و اینا که حالا لو ندیم. بریم جلو ببینیم چی میشه. الان 2 تا صدا میکنم، بچه‌ها میان تو. به هر کدومشون که اوکی بودی، از هر 2 نفر اوکی بودی یا حتی اگه با 2 تاشون اوکی بودی، با لایک نشون میدی و یه سوال راجبشون میپرسم ازت و میرن تا مرحله بعد. خب نفرات اولمون فکر میکنم نفر اول متین بود و فرهاد. فرهاد جان، متین میایین داخل؟
یالله سلام چطوری؟ سلام چطوری؟ دست میدیم به ما. خب چه خبر؟ سلام. اذیت کرد؟ نه خوبی. اذیت اسمون کرد؟ کی؟ آبریخت. دستم میلرزه یکم. خب بریم سراغ بحث اصلی ببینیم چی میشه. دوست دارم نظر تو راجع به متین جان بگی ببینیم چی به چی. متین خیلی ورزشکار حرفه‌ای یا نترسیه به نظر من. خیلی خبر. بعد از نظر سنی ما به هم دیگه نمیخوریم، ولی من نسبت به کاری هم که انجام میده براش خیلی نگرانم. خیلی به نظرم استرسیه کاری که انجام میده، یعنی جونش تو خطرم. تو اون دوربین خودت با لایک و دیسلایک نشون بده که متین بره یا بمونه. ببخشید متین خیلی دودلی؟ نه دوست نشم ناراحت شد. خیلی مهربونم. نشون دادی؟ بله. خب آقا فرهاد چی؟ میخواد جاتون رو عوض کنی؟ ببخشید ماشاءالله. آقا فرهاد درباره ایشون خیلی مرموز بودن. خب بعد دوست دارم که بیشتر بشناسمشون. خب نظر تو دوربین خودت نشون بده. بهشون لایک میدم. خب فرهاد پس میاد مرحله بعد میره جزو اون دوتایی که میخوای باش بری تو چالش و متین جانو از دست میدیم حالا برای این قسمت. انشالله توی قسمت‌های بعدی استفاده میشه ازش. بریم سراغ 2 نفر بس بعدی. خب میریم برای 2 نفر بعدی. یه خورده هیجان انگیز شد. تو اصلا میدونی که کیو میخوای انتخاب کنی یا میان اینجا باز نگاه میکنی؟ تو اصلا یاد حافظه داری؟ همون 2 نفر قبلی اومدن ببین این کی بود مثلا تو چشات همچین چیزی بود. این کی بود کدوم بود چیکارا کرد؟ میخوام یه دعوایی را بندازم. برنامه داری؟ ایول. خب بریم آماده ای؟ 2 نفر بعدی آرمزد و آقای علیرضا تشریف بیارین. بابا چطوری صدایی خب دست سینه نه زیاد مؤدب نه، آدمای مؤدب خوشش نمیاد. مؤدب تبایی میسازه. خب نظرت راجع به لاتمون چیه؟ جنگ چی به جنگیزی؟ چون که به من گفتش که هنوز نمیتونم نظری بدم بهش. چون به من گفتش که کارم داره میخوام خیلی کنجکاوم، میخوام ببینم چیکار داره با من. خب با دوربینت یه لایک و دیسلایک نشون بده که بدونه بمونه بره. بمونه. خب شما میشه جاتون رو عوض کنید. آقا علیرضا چرا میخندی؟ چون امرکیه. خب یه نظرم راجع به علیرضا بده بهمون و آخرش هم باز با لایک و دیسلایک بهمون بگو. من چون خودم خیلی دختر آرومیم احساس میکنم ما با هم دیگه مثلا با هم باشیم خیلی آرومی و هیچ هیجانی تو رابطه‌مون ایجاد نمیشه. تو دختر آرومی؟ خدایی؟ معنی آروم کلا برام عوض شد. ولی خیلی شخصیت خیلی خوب داشته. خیلی با لایک و دیسلایک. خب بریم برای باز یک مرحله دیگه. خیلی ممنون. مرسی. خب رسیدیم به بخش پایانی، بخش این که شما به امید خدا یکی رو انتخاب کنی و اینکه تو ذهنت داری. بازم این سوال شد برام. تو اصلا میدونی کجایی؟ اینجا کجاست؟ اصلا من کیم؟ تو کی؟ با خدا تاکسی کی؟ 100% من تاکسی ام. من تاکسی نبودم که اینجا نمیمدم با تو این بچه‌های دیگه اینجا کلنجار برم.
بعد اینکه بریم 2 نفر رو بیاریم تو، بعد روال کار رو یه بار من بهشون توضیح بدم، سوالاتتو بپرس و انتخابشن، به امید خدا بریم دیگه. خب 2 نفر که انتخاب شدن، فرهاد و آرمزد، بچه‌ها تشریف میارین داخل رو صحنه؟ بفرمایید. یالا. سلام. خوبه. سلام. خب من یه توضیح کوچولو بدم. همینطور که میدونید اسم برنامه ما شم هستش، شم دست خانومه، و اینکه با شما یه چالشی میره، یه 3-4 تا سوال میپرسه ازتون، حالا هر کدوم که نظرش اوکی بود تو فاز مقایسه و اینا، اون شم روشن میشه و تقدیم یکی از شما میشه. اون کسی که شم تو دستشه چی میشه؟ چی میشه؟ اگه گفتین انتخاب میشه و به امید خدا شم رابطه‌شون رو روشن میکنه. بریم؟ به نظرم اول یه نظری بده. البته خیلی نظر دادی، ولش کن. شما میخواین نظر بدین راجع به سمیرا؟ تک جمله یا یه نظر؟ تو نمیدی؟ بعد تو میدی نظر؟ 2-3 کلمه توصیفش کن. اصلا توصیف ناپذیر نمیدونم. خب ولش کن. بریم سراغ این که سوال بپرسیم. لطفا سوال میپرسه، هر کدوم که من گفتم ابتدا جواب بدیم، بعد نفر بعدی تک کلمه یا یک جمله ای نهایتا. بفهمید. سوال اولا اینه که اگه مثلا من مریض بشم، شما چقدر به من توی موقعیت قرار بگیری، چقدر واسم اهمیت میذاری؟ مثلا نمیذارم مریض بشی. چرا؟ یعنی اصلا پیش بیاد. قشنگ. خوب بود. بفرمایید. شما هم میشه جواب بدید. باکتری میدونی چیه؟ دکتر نیستم. نه باکتری میدونی چیه؟ بله. باکتری کسی بوده که قبلا موقعی بوده، الان رفته باکتری. یه چیزی رو من اینجا جا بندازم. این بنده خدا بین شما 2 نفر گیر کرده و میخواد بین شما 2 نفر یکی رو انتخاب کنه. شما الان دارین یه کار میکنین که اصلا باز بیشتر براش آره بیشتر دارید سوال میشید براش. اون مثلا میخواد بگه که آقا من مریض میشم کجا بریم ببینه کی نازشو میکشه، کی محل بهش نمیده، ببینه تایپش چیه اون انتخاب کنه. تو دیگه میندازی شما میگه اصلا مریض. ولی خب راست میفرد الله نه یه ذره چرزبونی کردن. از سوال بعدی پرسیدی اگه دیدی دارن مزه میپرونن بگو که از یه در دیگه وارد شی. در دیگه سوال بعدی اینه که منو انتخاب میکنی یا شغلتو؟ چون شغلمو زیاد علاقه ندارم شاید شما. بازم یه چرزبونی یه درجه 2. درجه بندی کردی. نوشتین آفر. شما چی؟ برای کی؟ چون شغلشو انتخاب میکنه متاسفی؟ شغلم باید باشه که بهت برسم. خب نه ولی اگه من کار نکنم چجوری باید نه مثلا تو بعضی از کارا چجوری لباس قشنگ‌تر از این که هستش باید بگیرم. خودم میگیرم. شغلم باشه دیگه. خب سوال بعدی. یه چیزی من بگم، اولش اومدی اونوری باش که دوربینم بگی، حالا اونجوری که دیگه نه به من خیلی بی‌توجهی بشه، من دارم سوال میکنم. اولش اومدی گفتی که پسری که دستش تو جیب خودش باشه و نمیدونم پای خودش باشه برام اوکیه، ولی انقدر که تاکسی کن یه دونه سوالات راجع به این نیست، فقط میگی من یا شغلت، منو کجا میبری؟ من خود شیفته. حالا یه سوال میپرسم راجع به چیزای مادی، منم چیه؟ از این پسرها هستی که دنگی دونگی هم یا اینکه نه؟ از اینا هستی که خودت دوست داری مثلا تو رابطه هزینه کنی؟ دست گزینه دوم دنگی دونگی همه هزینه‌اش با تو هزینه‌اش با من عزیزم. مهدی تو چی؟ خب نه دیگه تا موقعی که داشته باشم حساب کنم نداشته باشم. آره دیگه اون بعضی موقع پیش میاد تو رابطه دیگه. خودم کارتم جمع باشه. که ما شغل ندارم. سمیرا بیا یه سوال دیگه بپرس، انتخابتون بکن یا
باشه. نمیدونم هر کاری میخوای بکن. شخصی میپرسم ازش. زیاد شخصی نباشه. تایپتون رو میشه بگی چه مدل دختری دوست داری؟ گفتم نه کلا از نظر ظاهری و اخلاقی اینا قشنگ توضیح ندید. ظاهری اخلاقی زیبا باشه بتونم اونجا نشونش بدم. خب بعد دیگه فکر میکنم نمیدونم در مورد زیاد فکر نکردم. بیشتر زیبایی و اخلاق. به نظرت سمیرا رو میتونی همه جا نشون بدی؟ 100% سرت بلنده ولی خب اخلاقی نمیدونم. من دو دلم میدونی یکم تو اخلاق مشکل دارم. شما چی؟ شما پیش من که باشی قطعا جذاب و زیبا هستی و مثلا یه مرحله دیگه اومده. دیگه چی؟ دعوایی؟ با شما؟ چاقو اینا داری؟ جنگه مگه؟ ولی آره قطعا ظاهری مهمه دیگه. ظاهری و تو حرفاش لو استفاده نکنه زیاد. چی استفاده له همون تاکسی کنه میتونه بگه فقط له نیست. مشکل خیلی عمیق‌تره. کمکش میکنم که ما با هم دیگه به ادبیات فارسی شد پیش ببریم. معلم خصوصی ببرش بگیری با پرش هست موهازا غیر از این که همیشه بهتر شکل ممکن درست میکنم. خب دیگه ادامه نمیدیم. به نظرم هی میریم جلوتر عجیب و عجیبتر میشه. حتی بر منم انتخاب سخته. ببخشید به یکیشون یا شمو بده یا به هیچی نده پرت کن یه کاری بکن یه 10 ثانیه وقت داری فکر کنی جمع‌بندی کن. اگه هیچ کدومشون رو نمیخوای میتونی شمتو فوت کنی با دوتاشون خداحافظی کنی تو هم یا بری یا از نفرات قبلی استفاده کنی. اگه هم حال میکنی شمو به یکیشون بده. یعنی کلا هیچ کدوم از بچه‌ها اوکی نیستی؟ هیچ کدوم؟ نه یه ذره باید فکر کنم ولی الان سوالایی که ازشون پرسیدم یه جوری هست. چرا واقعی داریم جواب میدین یا شغلت یا من؟ خب این چه سوالیه؟ واقعا تو بگم من نمیگم تو. من یه شغلم در کنارش تو. خب یه سوال دیگه هم بپرسم. تفاوت سنی که دوست داری پارتنرت باید داشته باشه چقدر باشه خوبه؟ 2 سال 3 سال 4 پای سال. چندی بودی؟ 26. شما چی؟ خب نه تفاوت سنی رو دارم. خوردنی حساس میکنه. نه من خوردنی هم؟ نه خدافظ. تهش همسن باشن خیلی بیشتر دوست دارم. به تهش 1 سال زیاد کوچیک حوصله بچه‌ای ندارم. سوال دیگه ای داریم شما؟ نه میشه تصمیممو بعد مثلا یه چند دقیقه مکس کنیم بعد برنامه برو دایرکتشون مجبور برنامه دیگه ببینیم. اما قناتوری نمیدونم چیکار کنیم همه ریباتا داره به هم میخوره. تایم هم نداریم. الان با هر کدومشون اگه اوکی شما بهشون بده فینیش کنیم. اوکی میخوای بدی به یکیشون شما یا اگه اوکی نیستی فوت کن تموم شه. طبیعت سینما خواهی با هم دیگه حرف بزنیم. شما حرف بزنیم یا ما من کارو حرف بزنیم. من مشورت کنم بچه خود انتخاب نکن. تو باید چند تاکسی کنی؟ منم زیاد خدایی آره بنده خدا از دست من خیلی. دیت دوم کجا بودی؟ دیت دوم ما فقط تو تئاتر بودیم. آره اینقدر رفتیم تئاتر تا جواب گرفتیم. ما تا دیت دهم تئاتر بودیم. اونم از جلوی در تئاتر تا خود تئاتر باز از جلوی در تئاتر خداحافظ. یعنی تو ماشین هم نبود. چقدر دلت خونه. تصمیم گرفتی خانم تاکسی کد دوده تاکسی کد دوده از اعداد قجر میاد.
بریم. خب تصمیم شب برام بدم بهش. یا شم بده یا فوت کن، هر کاری که دوست داری. دست آقا دست کنار هم بایستی یا ببرم بخورم یه شام بدیم حالا داشته ببری میتونه نصفش کنم نصف علاقه دارم ببر تو من میدم بده شارژ کنم آره تو هم میتونی شما میتونی هم از بغل کنی نه هم که نمیاد نه شام مگه نسازی آره خیلی ممنون مهدی چاکریم آرمزاده اصیل. خب بچه‌ها امیدوارم که در آینده زندگی و آینده این مسیر موفق و خدا کنه ما تو دیت دعوام تربیت نهیم نزیاد میشن تربیت اولش سعی کنید یه خورده با اون مشورت کنید میرید جلو بعد دیگه به خودتون ربط ممنون حرفی نه دیگه سخنی مرسی مرسی شما اذیتتون کردم نه بابا این چه حرفیه خیلی خوشحال شدم شما چاکریم خداحافظ شما بفرمایید خب به آخر این برنامه رسیدیم. خیلی خوشحال شدیم در خدمتتون بودیم. خیلی سخت بود خداییش. 5 تا بودن، آره 5 تا آدم تاکسیک، منم تاکسیک، پشت صحنه همه تاکسیک و اینجا هم چنل توسیبیه. فعلا